سلام بچه‌ها، به اولین ویدیو یوتیوب من خیلی خوش اومدین. من جون آدولفم و الان اینجا هم که به سوالاتون پاسخ بدم و خب خیلی فکر کردم راجع به اولین ویدیو و گفتم که خب از این بهتره که یه بیوگرافی راجع به من باشه و بیشتر با من آشنا بشین. خب پس بدون معطلی بریم که به سوالاتون جواب بدیم. کسی که قرار این سوالا رو ازم بپرسه کسی نیست جز بفرمایید. بگو خود. سلام علیکم، مارال هستم. صحنه اینجام که سوالاتون رو با هم جواب بدیم و ببینیم که چه خبره تو زندگی شخصی شما. اولین سوال یه سوال کلیه، اینجوریه که اسمتو بگو، اسم کاملت. ملینا اسم کاملا. فامیلی من باید بگم؟ نه دیگه، حالا کد ملی. سنتون خانم محترم؟ 23 سالمه، فروردین همین امسال رفتم 23 در فروردینی. اصالتا اهل کجایی؟ اصالتا ترک باکو. خودم بچه تهرانم ولی خب خانواده‌ام واسه باکو. گرایش خاصی داری؟ گرایش به چشمان زیبا دارم بچه. اینا همه میدونن. یه فضای مجازی با این موضوع. بازیگر مورد علاقت کیه؟ بازیگر مورد علاقم اکسام. نه جدی. بازیگر مورد علاقم تو چی؟ ایرانی مثلا؟ ایرانی که فکر نمی‌کنم. چرا که خیلی واسط بولده، حالا چه خارجی چه ایرانی. یه سری بازیگرای کره‌ای هستش که من واقعا اسمشون خیلی سخته، نمیتونم حفظ کنم. یه سری از بازیگرای کره‌ای، حالا اون یکی‌ها رو واقعا یادم نمیاد. چرا انقدر خوشگلی؟ ممنونم. مرسی بچه، خیلی لطف دارید به من، واقعا دوستتون دارم به قرآن. چون قسم میخورم ایشه به من. کی قراره از موتور رونمایی کنی؟ واسه کسایی که نمیدونن موتور خریدم تازگی ها و خیلی خوشحالم نسبت بهش و به زودی آرایش چشاتو برامون میذاری؟ بابا گذاشته دیگه. گذاشتم که، ولی خب راست میگن یه دونه دیگه باید بذارم. فکر کنم بیشترین آسیبی که میتونه زمین گیرت کنه که به خودم فکر نکنم، خودم اذیت کنم، عذاب وجدان میگیرم نسبت بهش. یه سوال جنجالی داریم، رابطت با مارال به هم خورده؟ بچه یه زمان بودش که من و مارال به مشکلی خوردیم و خب نسبت به آدمای اطرافمون بود و خب الان اونا دیگه توی زندگیمون نیستن و خب یه سری سوء تفاهم‌ها بین من و مارال پیش اومده بود. نشستیم با هم صحبت کردیم مثل خیلی از رفیقای دیگه که به هم میزنن دوباره برمیگردن. بعد نشستیم صحبت کردیم، یه سری سوء تفاهم‌ها برطرف شد و این شد که مارال خال منو کنار من زد. چاکریم. یکی نوشته که من قرار برم نهم و میخوام بدونم چه چیزی بیشترین تاثیر رو روی انتخاب رشته داشته واسه تو حداقل. واسه من حداقل خب من کلا از بچگی ورزش رو خیلی دوست داشتم و خب تصمیم گرفتم که برم تربیت بدنی. بعد ببین خودت چی دوست داری؟ آرمی؟ بله الان آرمی نیستم ولی خب ویکوکو دوست دارم، ولی خب الان نه، الان آرمی نیست. ولی کلا از اون سفت و سختاش نبودی که خیلی تعصب دارن، دیدی؟ نه از اونها نبودم. مثلا یکی بگه بدن اینجوری نیستی که نه منظورت چیه از این رو. ولی چرا اولا اینجوری بود. وقتی ناراحتی یا عصبانی چی کار میکنی که به حالت عادیت برگردی؟ راه زیاد میرم، سیگار میکشم، از آدم فاصله میگیری؟ از آدم فاصله میگیرم، یعنی وقتی کنارم باشن دیگه فبها مهم نیست کیه. چی شد که کلا پیجتو پابلیک کردی، اومدی تو فضای مجازی اینستا؟ ببین اصلا قرار نبود پابلیک بشه و یه چند تا ویدیو گذاشتم، خیلی یهو بولد شدم، گرفت واقعا ویدیوام و دوستان اینجوری بودن که چرا که نه ویدیو تو بذار، برام گذاشتم. همینجوری ایزی. تیم فوتبال مورد علاقت؟ رئال، پرسپولیس. اگه یه چیزی رو بخوای کلا از زندگیت حذف کنی اون چیه؟ حالا میتونه آدم باشه، میتونه اتفاق یا یه ویژگی از خودت. عصبی بودن خودم رو حذف میکنم چون واقعا دارم آزار میدم خودم. موافقم. کی درامای مورد علاقت چیه؟ گوبلین. چی بود این داشتم تازگیمو دیدم؟ هاکتوسم، قهرمان ضعیف کلاس. موش وای. چشمای خودته؟ نه لنزه
واقعا کاملا مشخصه لنده ها. آره والا دیگه بالاخره جنسش خوبه. تبلیغ نکن. خب یکی نوشته که 3 تا کلمه که خودتو باهاشون میتونی توصیف کنی. عصبی، وفادار، تعصبی. متاسف. مادر هم هست. No, God! محافظی یعنی یه حالت مادرانه. بگم سوال بعدیه مادر. بزرگترین ترست چیه؟ بزرگترین ترسم از دست دادن عزیزامه دیگه. همه اینو میگن ولی خب من بزرگترین ترسم همینه. ولی اینم هست که موفق نشم تو اون کاری که میخوام. ولی تا الان هر چی بوده بزنم به تخته. که موسیقی مورد علاقت؟ همه چی گوش میدم، نمیتونم بگم همه چی، حتی کردی. و واقعا برام مهم نیست، هر چیزی که خوشم بیاد گوش میدم. چای یا قهوه؟ جفتشو دوست داری؟ نمیتونم بگم ولی نمیشه گفت. یه انتخاب. چای. پشمام در این هست. آره چای. اگه وقت آزاد زیاد داشتی دلت میخواست چی یاد بگیری؟ زبان اسپانیایی. همین. یه آهنگ اسپانیایی لطفا اینجا پلی شه. اگه فقط یه جمله میخواستی به من 17 ساله بگی چی میگفتی؟ به حس درونیت گوش بده و هر چیزی که میگه رو انجام بده، چه خوب چه بد واسه میشه تجربه. و دوست عزیز روی رفیقات زیاد حساب وا نکن. جدی میگم. آره رفیق میتونه خطرناک. اوکیه ها، ولی اونقدر صدتو نذار که بعداً پشیمون شی. بدترین حرفی که کسی توی فضای مجازی بهت زده و خیلی دلتو شکونده چی بوده؟ اینقدری که مثبت زیاده واقعا بهم برق نمیخوره، اصلا دلم هم نمیشه چون مهم نیست، زیاد نیستید مهمه مگه؟ ولی هیترام کم کم زیاد میشن. به نظرت اگه یه روز پلیس بگیرت دلیلش چی بوده؟ قتل. من دلم خیلی نازک، فکر نمی‌کنم قتل. دزدی. چرا من مهربونم می‌بینی؟ میشه. میگه تا حالا شده یه نفر فقط چون خوشگل بوده باهاش دوست شی بعد پشیمون شی؟ چون خوشگل بوده. مثلا بگی این رفیقم شه بعد آره. چقدر من بیشورم. آخه بعضیا بعد 2 کلمه حرف میزنن اینجوری که یا علی دهنتو ببند. خیلی ها تو این کارو کردی، الان من قضاوت نکنید. آدمی هستی که تو رابطه مظلوم نمایی کنی که مثلا کارهای بدتو چیز کنی، کارهای بدتو بپوشونی؟ خب این فرق میکنه، این داستانش فرق میکنه که مثلا یا بندازم تقصیر یارو مظلوم نمایی میشه مگه این؟ آره دیگه، یه سری از آدما واسه اینکه خودشونو چیز نکنن میگن که نه اون کرده من هیچ کاری نکردم. هیچ کاری نه، من اینجوری نیستم. اینجوری که من کردم خوب کردم. ها چی می‌خوای؟ روک. تو از قصد یه کاری بکنی که حسادت کسی رو در بیاری؟ 200 بار. شاید 1000 تا دلت بخواد. کرمم قشنگ. آخرین باری که پشت سر کسی غیبت کردی؟ 1 ساعت پیش. دوست ندارم زیاد باشه ولی هست دیگه، آدما واسه غیبت کردن. واسه گرفتن توجه عجیب ترین کاری که کردی چی بوده؟ که مثلا توجه سمت جذب شه. میتونه توجه یه نفر باشه. توی یه جمعی بودیم که یه کاری کردم که از سر جاش پا شد. تا حالا شده همزمان به 2 نفر حس داشته باشی؟ حس قلبی نه، واقعا نه. واقعا نه. چجوری آخه مگه میتونین؟ یه سری هم میتونم، من نمیتونم. شاهینی مگه؟ آدم لجبازی هستی؟ تا صبح فروردینیا میدونم لج بوده بعد دست و پا در آورده. فروردینیا دست بالا. تایپ MBTI چیه؟ ISTP. بیشتر آدم احساسی هستی یا منطقی؟
بیشتر منطقیه. از ISTP بودنش معلوم بود دوستان. وقتی استرس داری بیشتر حرف میزنی یا ساکت میشی؟ ساکت میشم. یه سری وقتا هم خیلی پر حرف میشم. بستگی داره استرسم راجع به چی باشه. بیشتر کتاب خوندن رو ترجیح میدی یا فیلمو؟ فیلم. کتاب. نه. فکر میکنی بزرگترین نقطه قوتت چیه؟ به قوتم اینه که میتونم چند تا کار رو با هم انجام بدم و خب درست انجام بدم. یه چیو میسپرن بهم اعتماد میکنن تا تهش میرم. نقطه ضعفت چیه؟ احساسات طرف مقابل همیشه فرق نمیکنه، داداش باشه، آبجی باشه، دوست باشه. یه ویژگی از خودت بگو که خیلی دوستش داری. خیلی سنگین برخورد میکنه. چه استایلایی بیشتر جذبت میکنه؟ خدا بستگی داره. چشش قشنگ. بابا استایل کابوی. ماشاءالله الانم که ماشاءالله باشه. تیک تاکو وا میکنی از در و دیوار کابوی میزنه بیرون. اشکال نداره. خب بچه‌ها سوالایی که پرسیده بودین تموم شد. حالا دیگه بازم اگه سوال داشتید حتما تو کامنت ها بگید بهمون دیگه. این بود از سوالای شما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حالا سوالی بود دوباره تو کامنت برام بنویسید و دوستتون دارم. لایک و کامنت یادتون نره. بای بای. منم دوستتون دارم.